برای اینکه هم مهاجر هم انصار هم محمد هر چه که سلمان در این عمر دراز آموخته بود، سلمان زرتشتیت رو در اوجش میدانست و واقد النار بود به گفته خودش در میان تازی ها، یعنی موبدی بود که نگهبان حافظ و نگهبان آتش بود. و بعد هم که به اصطلاح میخواست به پادشاهی هم برسه، دلاور بود، مردی جنگجو بود، خیلی ویژگی ها داشت، خیلی سر قدرتش چه دعواها میکنن گروه های عرب که این آقا با ما باشه اون با ما باشه. و اینجاست که محمد تازی میاد میگه سلمان من اهل البیت، سلمان بابا اهل بیت ماست، ولش کن. حالا خود سلمان این محمد رو آورده پیغمبر کنه برای اینا که بتونه پشت سرش حرکتش بده و به پادشاهی که میخواد برسه. لکن بعد میگه فکانت هذا الکلمه من الرسول فی حق اکبر و اعظم وسام جنال و صحابی. این کلمه بزرگترین نشانی است که از رسول یک دونه از صحابه میگیره و هیچکی نگرفته، هیچکی. اگر اون رو رسول قبول داشته باشیم، این رسول این نشان رو به هیچکی نداد که اهل بیت منه. بعد میگه هر 10 نفر رو این رسول گفتش که البته نقشه رو دقیقا خود سلمان داده، 10 بکنن و خود این رسول و محمد دوتاشون با همن. حتی در حفر خندق این دوتا یکی میکنه یکی جمع میکنه. و اینجاست که یک واژه‌ای رو به کار میبره که وقتی کلنگ سلمان میخوره به یک سنگ و جرقه‌ای ازش میزنه، سلمان به محمد اینجا میگه این آتشی است که کاخ تیسفون مدائن رو به آتش خواهد کشید. یعنی از اونجاست، یعنی میگه اگه ما در این جنگ پیروز شدیم و این خندق ما رو حفظ کرد، من نقشه‌ای دارم که مدائن سرنگون خواهد شد، تیسفون پایتخت ساسانی سرنگون خواهد شد. بر روی داستان زندگی این انسان عجیب غریب، به راستی عجیب غریب، ایرانی عجیب و غریب، عجیب غریب بوده. حالا سنش اونقدر هم که نباشه که من هم به 250 سال باور ندارم، ولی بسیار عمرش از همه کس بیشتر بوده شاید در جهان. و همین سلمان اون وقت میبینید که با محمد تازی در هنگامی که از مصر برمیگشته، در دنیا رو گشته دیگه، همه جای دنیا رو. خب غلام یک یهودی بوده. یهودی از این بدش میومده چون میدونسته این آدم حقه بازیه و جلوی خانه این یهودی یک تپه شنی بوده. میگه که سلمان گفت، خال سلمان که من از تو بدم میاد، بهش گفت و ثم اخرجنی خارج دار، من رو از خانه خارج کرد و تپه به اصطلاح شنی که جلوی خانه این یهودی بود به من گفتش که من فردا که از خواب پا شدم باید این تپه جلوی خانه من نباشه. و بعد میگه که اگر میگه که ولم تنقل یا روزبه، اونجا روزبه خطابش میکنه لئن اصبحت ولم تنقل هذه الرمل كله من هذا الموضع لاقتلنك. اگر من صبح از خواب بیدار شدم و این شنها از جلوی خانه نرفته بود، لاقتلنك، من تو رو خواهم کشت. و سلمان هم خب تهدیدات این رو داره میشنوه. فلم میگه یدر ما یفعل، یعنی نمیدونست، شب رو میشینه و همش دعا میخونه. دعا یعنی همون بیرتهایی که اینها نامش رو دعا گذاشتن. میگه فجعلت احمل طول لیلتی، در تمام شب من حمل کردم و بعد نشستم دعا خوندم. رفعت یدی الی السماء و قلت یا ربی. حالا البته که این نیست، یعنی این رب حتی برای محمد از این معجزه ها نکرده، ولی این از همون نیروی جادوگریش استفاده میکنه. میگه فبعث الله ریحا،
خداوند بادی رو فرستاد، طلعت ذالک الرمل من مکان و الی المکان الذی قال عنه الیهودی. خداوند بادی رو فرستاد، حالا به خدا چسبوندتش جادوی خودش رو، و این تپه شن رو از اونجا کند و برد اونجایی گذاشت که این مرد یهودی خواسته بود. فلما اصبح، چون صبح شد و از خواب برخاست، نظر الی رمل، مرد یهودی به اون شنها نگاه کرد و خد نقل، دید که این کوه شن این رفته نیست و دهش میگه دچار دهشت شد. لما را و خیل الیه انه ضرب من السحر، اول تصور کرد که جادو شده، نمیتونست باور کنه. فقال مخاطبا سلمان، خطاب کرد به سلمان، یا روزبه، ای روزبه، انت ساحر و انا لا اعلم، تو جادوگری و من نمیدونستم. فلا اخرجنک من هذه القريه لعل تهلکا، من تو رو از این روستا بیرونت میکنم که بری بمیری. و یک آدم جادوگر بود. این آدم جادوگر دنبال راه حل میگشت و آمد در عربستان سعودی، در عربستان 10 نفر ادعای پیغمبری میکردن. دید که این دکونیه که میشه کسانی که پیغمبری میکنن به این نام میخوان افراد رو جمع آوری کنن به قدرت برسن. حالا این عرب که نیست، میدونه که عرب ها هرگز حاضر نمیشن روی اون ارد عروبه‌ای به قول خودشون که دارن حاضر نمیشن که حرف یک بیگانه رو بشنون. باید یه عرب رو بیاره به شاگردیش و اون عرب رو آقای این عرب ها بکنه و خودش پشت سر این آقا حرکت کنه تا بیاد و امپراتوری رو که سالها برای نابودی و سقوطش کار کرده از پا در بیاره. و این کار میکنه با جادو. یک قلم جادوش. این از جادوگریش و جادویی که دیگه بزرگترین مورخ تاریخ الواقدی در چند مرحله از جادوگری های او میگه. و اینجا حالا براتون از اونجایی که یاد میده به عرب ها چگونه منجنیق درست کنن. در جنگ محاصره سقیف اقام المسلمون فی ذلک المکان ایاما ینتظرون مواجهة سقیف لهم. مسلمون ها روزهایی رو چشم راه بودن که با مردانی که داخل سقیف بودن، دژ مستحکمی داشتن، قلعه مستحکمی داشتن، با اونها روبرو بشن. سقیف لم تکن به حال من استعداد تمکنهم من المواجهه بعد هزیمتهم فی الحنین. بعد از شکست حنین اینها اونجوری نبودن که بتونن به این قلعه هجوم ببرن. فاثرت الانتظار، پس مسلمان ها در خارج این دژ، این قلعه منتظر شدن. علی المواجهه و المکوث داخل الحصن، منتظر رویارویی بودن و داخل قلعه هم خوب وقت میکشتن. سیم و ان الحصن منیع، و از سوی دیگر این دژ، این بارو بسیار محکم بود، منیع بود. و المعون متوفره، و معونات، خورد و خوراک، آب، همه چیز در این دژ برای نیروهایی که توی سقیف بودن، توی دژ بودن متوفر بود، فراوان بود، معونات و غذا و خوراک و آب و همه چیز. و لیس لدى المسلمین السلاح الذي یمکنهم من اقتحام الحصن، و مسلمان ها اسلحه‌ای نداشتن که اینها رو قدرت بده بتونن به این دژ حمله کنن. و طال الانتظار بالمسلمین، و انتظار به مسلمان ها طولانی شد. و هنا اشار سلمان الفارسی رضی الله عنه، و رضی الله عنه سلمان فارسی اشاره کرد به استعمال المنجنیق، یعنی این پیغمبر الله، این فرستاده الله نمیدونست منجنیق چیه آقایون.